میخواهی از اینترنت درآمد داشته باشی؟ آیا میخواهی که با درآمد آنلاین زندگی خود تغییر بدی؟ آیا میخواهی که وقت اضافه داشته باشی و از همچون جاهای بیای لذت ببری؟ سلام علیکم. My name is Habib and here is Malika. We are both from Ottawa, Canada. بله یک درجه انگلیسی شد. ببخشید بچه. هر روز ما در شهر اتاوای کانادا زندگی میکنیم. مدت 23 سال است در این شهر و از کاری که بودم خسته شدم. واقعا در رستوران پیتزا کار میکردم. با وجود داشتن مدرک پزشکی یا دکتری آمدم در اینجا دکتر پیتزا شدم. خیلی سالا کار کردم و همیشه دنبال یک فرصت بیزنسی بودم که کاری باشه که بتونم وقتم با فامیل با بچه‌هام داشته باشم و درآمدشون خوب باشه. چون اگر رستوران میگرفتم بازم با سرمایه گذاری خیلی بالا باید همو 60 سال 70 سال 80 سال کار میکنم، ولی من هیچ وقت نخواستم که این کار انجام بدم، به خاطر که اگر تو میخوای یک جای سرمایه گذاری کنی باید یک مقدار وقت برای زندگی هم داشته باشی، نه که هم سرمایه گذاری کنی و هم وقتی در رستوران یا در جای بزنست بگذارونی که برای بچه‌های فامیلت وقت نداشته باشی، جای رفتن نتونی. به خاطر همون دنبال فرصت بودم تا که این فرصت بزنس آنلاین پیدا کردم و بعد از تحقیقات که مطمئن شدم که این واقعا یک بزنس قانونی است و همچنین سرمایه بسیار زیاد نمیخواه و درآمد خوب داره. این بزنس شروع کردیم که حال مدت 4 سال است ما کوچ شدیم در این بزنس پیشرفت کردم، ولی در پیزا رستوران همون جایی که بودم باید میموندم و تا آخرم باید میموندم، ولی در این بزنس پیشرفت وجود داره. در رتبه بندی که من رسیدم درآمدم بیشتر از پیتزا می باشه و کمیشن های بالا داره. اگر شما هم دوست دارید که مثل من سالها در یک جای گیر نفتین، در یک رقم در یک چرخه نباشین، واقعا ریسک بگیرین، بیاین ما شما رو کمک میکنم و ابزار درست که باشه و سیستم درست باشه و همین رقم راهنمای درست باشه شما میتونین موفق شوین. ما شما رو کمک میکنیم. مرحله اولش چیکار کنم؟ رجیستریشن نامتون میرین، نام و ایمیل معتبرتون در وبسایت ما رجیستر میکنیم تا معلومات لازمه به دست بیاریم. بله و این ورکشاپ مفت رایگان ببینین. بعد اگر خوشتان نامد فقط اطلاعات مفت نصیب شما شده. اگر دیدین که مناسب شماست باز ما شما رو راهنمایی میکنیم که مرحله بعدی چی کار کنین. یادمو وبینار برای شما گفته میشه که چی کار کنین. تشکر دوستا، ما در خدمت هستیم. یا حق. وقتتون خوش.